سلام علیکم، حالتون چطوره؟ امروز بالاخره قسمت شد که من بخوام ویدیو این رسیپی خوشمزه رو بگیرم براتون. یه وعده میخوایم با هم دیگه آماده بکنیم که هم شما میتونید به عنوان صبحونه میل کنید، هم میان وعده‌هاتون که بستگی داره رژیمتون چطوری باشه، کاهش وزن باشه، افزایش وزن باشه یا هر چیز دیگه طبق همون درست میکنین و میشه جونتون. کلا هم 3 قلم مواد لازم داره، تازه یه قلمش هم میتونید حذف بکنید. پروتئین وی میخوایم، ماست ایسلندی یا ماست یونانی، بستگی داره که رژیمتون کاهش وزن باشه یا افزایش وزن باشه. اگه کاهش وزن باشه ماست ایسلندی، اگه افزایش وزن باشه باید از ماست یونانی استفاده بکنید. و پودر کاکائو که شما میتونید این رو هم حذف بکنید. دیگه همین دیگه، با همین 3 قلم مواد قراره یه وعده خیلی خوشمزه درست کنیم که بتونیم هم یه پروتئین خیلی خفنی به بدنمون برسونیم، هم کالری خیلی پایینی داشته باشه و هم که خوشمزه باشه. قرار نیست چون رژیم همش چیزای بدمزه بخوریم یا اصلا یه بخوریم که مزه نداشته باشن. لازم هم نیست همیشه تخم مرغ آبپز بخوری حالا یا هر چیز دیگه. این وعده واقعا خوشمزه است. من خودم شاید در طی هفته 3-4 بار از همین ترکیبه دارم. خیلی خفنه. حالا تستش میکنین دیگه، 1-2 بار امتحان میکنین. اگه دوست داشتین ادامه میدین، دوست هم نداشتین که خب میریم سراغ رسیپی‌های بعدیمون. خب برای درست کردن این وعده اول از همه از ماست ایسلندیمون استفاده میکنیم. 200 گرم 250 گرم ماست نیاز داریم. مرسی، باز نمیشه. من هیچ وقت نمیتونم با اینا کنار بیام، نمیدونم چرا همیشه نصفه باز میشه. ولی یه ترفند دیدم میگفتش که این قسمتشو اینجایی که از این دیبیلکا داره اگه یه ذره فشردش کنی بعد بازش کنی کامل کنده میشه. البته من یه دور همه جاشو میکشم که صفر بشه. خدایی الان با درست باز شد. مثل اینکه شوخش گرفته با من چرا اینجوری باز شد؟ این ترفنده جواب داده بود تو اون ویدیو ها. حالا مهم نیست. چیز میکنیم 250 گرم از این ماسه میریزیم که من انقدر درست کردم میدونم مثلا چشمی دیگه این 200 گرم یا 250 گرم چقدر میشه. این حالا میریم سراغ ترکیب اصلیمون. ببین این خداست، من میتونم اینو بپرستمش انقدر که این خفنه. تازه طعم شکلاتیش هم هست، جزو خوشمزه ترین چیزایی که دارم. فقط این که داره تموم میشه. این شما من هر مناسبتی که بود اگه حالا دوست رفیق آشنایی هر کس هر چی خواستین بر من بگین لطفا برام پروتئین وی بگیرید. من دورتون میگردم و خیلی خوب، خیلی هم گرونه آخه. خب الان این دیگه اینجا هست، یعنی شاید 1-2 وعده بیشتر نداشته باشم و سفارش بدم بیاد. میتونم بو بهشت میده، دقیقاً بوی براونی شکلاتی رو میده واقعا. یه اسکوپه چقدر میشه؟ یه اسکوپ 60 گرمی هم آره باید از پودر پروتئین ویتون بریزید توش. بچه ها این 2 وعده که هیچی، یه وعده دیگه هم به من جواب نمیده. ببین قشنگ دستم تا اینجا میره داخل، تهشه. تمام شد قصم شروع شد.
خب بعد این میریم سراغ هم زدن ماست و پروتئین. به انقدی با هم بزنیم اینا رو خب که هیچ پودری جدا از ماستمون نمونه. باید قشنگ با هم ترکیب بشن. این قاشق کوچیک بهتره. خب اینو هم میزنیم قشنگ. Two 2000 years later. خب بعد اینکه قشنگ هم زدیم و این دوتا با هم ترکیب شدن، اینجا چی میگه؟ این دوتا با هم ترکیب شدن، باید یه خورده پودر کاکائو بهش اضافه کنید. البته گفتم اینو میتونید حذف کنید چون که برای خوش‌طعم‌تر شدنش من استفاده میکنم و میتونید پودر کاکائو رژیمی استفاده کنید یا میتونید از همین معمولی استفاده کنید که چون انقدر مقدارش کمه من همین معمولیشو استفاده میکنم. یعنی لازم نیست حتما رژیم باشه. میگم که اولا که کلا میتونید حذفش کنید. اگه بخواید میتونید یه خورده از همین پودر کاکائو معمولی که دیگه همه جا پیدا میشه استفاده کنید. ببینید خیلی کم لازمه، یعنی نمیدونم اینجا دیده میشه یا نه. من کلا قاشقم خیلی کوچیکه و پودر کاکائوم هم حتی یه قاشق پر نشد. همه جای این ماستمو پودر کاکائو میزنم. عالی میشه، خیلی خوش‌طعم میشه. واقعا بوشم خوب، بو بستنی میده از الان. یه آخرین مرحله میتونید یه تیکه میوه بهش اضافه کنید که ترجیحاً اگه رژیم کاهش وزن دارید میوه‌ای که بهش اضافه میکنید میوه‌ای باشه که کالری کمی داشته باشه و به چربی سوزیتون کمک بکنه. میتونید انواع بریار استفاده کنید یا هر چیزی، ولی میگم خیلی کم باید باشه. من 2 تیکه کوچولو توت فرنگی گذاشتم روش. ببینید همین 2 تیکه. بعدش دیگه این ترکیب از مثل کلا حالا اگه شب بخواید درست بکنید تقریبا یه 6 الی 7 ساعت باید توی یخچال بمونه که خنک بشه قشنگ. بعد میل کنید دیگه. من چون الان ساعتای 12:30 شب دارم این ویدیو رو میگیرم، تا فردا صبح برای بعد صبحونم کامل میذارم توی یخچال بمونه. بعدش دیگه فردا میخورم، چون که هم اگه توی یخچال بمونه هم صفر میشه، هم خوش‌طعم‌تر میشه، هم ترکیباتش بهتر با هم میکس میشه. دیگه 6-7 ساعت رو بذارید توی یخچال بمونه، بعدش نوش جون کنید. از این زاویه هم بهتون نشون بدم. ببینید پودر کاکائوش انقدر زیاد نی. بریش هم کلا 2 تیکه خیلی کوچولوه. فقط اینکه قشنگ ماست و پروتئین با هم میکس کنید. این پودر کاکائو هم که بمونه تا صبح کامل به خورد موادتون میره و با هم دیگه ترکیب میشه. خب دیگه امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. چنلمو سابسکرایب کنید، کامنت بذارید برام، لایک کنید ویدیو رو. بعد اینکه قراره از این بعد کلی رسیپی خفن با هم دیگه داشته باشیم، کلی تمرین داشته باشیم، تمرینات مختلف برای والیبالیستا، برای کاهش وزن، برای افزایش وزن، موبیلیتی، هوازی، همه چی. قراره که کلا یه چنل ورزشی خفن داشته باشیم که هم چالشه، هم رسیپیه، هم برنامه ورزشیه. کلا خیلی کمکتون میکنه. یعنی اگه دنبال چنل یا پیج یا هر چیزی باشی که بخواد هم انگیزه بده بهت، همین که بخواد کمکت کنه تو این راه کاهش یا افزایش وزن یا کلا ورزشکار بودنه، چنل و پیج من هست. خیالت راحت. همه جور هم ساپورتت میکنم. هر سوالی هم داشته باشی جوابتو میدم. کلی رژیم و برنامه‌های مختلف هم میتونی ازم بگیری. ماچ بهتون.